خب سلام دوستان، شبتون بخیر. به آکادمی بروکر آی تی بی خوش اومدید. حالتون چطوره؟ صدا و تصویر من رو خوب دارید؟ همه صدا و تصویر من رو دارم. بسیار عالی. من اسمهای تکراری هم میبینم، خیلی خوشحالم. یه سری از دوستان تو دوره های قبلی ما شرکت کردن، توی بوتکمپ ما شرکت کردن و این خیلی برای ما ارزشمنده که میبینیمتون. یه ذره با هم گپ بزنیم طبق روال همیشه تا بقیه دوستان هم حتما جوین بشن و کلاسمون رو شروع کنیم. خب دوستان عزیز، کسی هست اینجا، کسایی که تریدرن، ترید کردن، تجربه معامله گری دارن، چه بازار فارکس، بازار کریپتو، بازار سهام، بورس ایران، هر جا، یه مثبت برای من میذارید؟ حالا یه سری از دوستان تو بوتکمپ پیشرفته ما بودن، تو بوتکمپ های سیتی من میشناسمشون. دوستان دیگری که توی کلاس حاضرن، بسیار عالی. پس بین خودمون در واقع تریدر هم داریم. اه، خیلی هم عالی. یه توضیح بدم قبل از اینکه خودم رو معرفی کنم و بریم سراغ مبحث. کلاس امشب ما بچه ها خیلی کلاس مبتدیه، مخصوص دوستانیه که میخوان وارد بازار فارکس شن یا تازه شروع کردن، یه اطلاعات جامعی میخوان کلا راجع به بازارهای مالی، ترید و سرمایه گذاری و اینکه اصلا فارکس چیه و چطور میشه بهش به عنوان یک شغل دوم نگاه کرد و چطور میشه در واقع بریم به سمتی که ما یه درآمد دلاری داشته باشیم از بازار فارکس. امشب صحبت ما کلی راجع به کلیت بازاره و کلاس ما مبتدیه. بله، شما که تو بوتکمپ بودید که به هیچ عنوان شما هیچ کلاسی دیگه نیاز نیست شرکت کنید. همون نکاتی که بهتون یاد دادم، اون استراتژی که یاد دادم و مدیریت ریسک و سرمایه رو باید ببرید جلو. شما دیگه الان تریدر حرفه‌ای هستین. آیدیتون هوفو هست، من اسمتون رو یادم رفته. آره، داشتم میگفتم کلاس ما امشب راجع به کلیت بازار فارکس و ورود به این بازاره. قطعا میتونه به شغل اول برسه. اصلا ترید کردن هیچ محدودیتی نداره، یعنی هر چی توش تمرکزتون رو ببرید بالا، دیپتر شید، میتونید تا ابد ادامه بدید و هی پیشرفت کنید. دوستان عزیز، من میخوام بذاره باتون گپ بزنم تا 85 دقیقه، 86 دقیقه، که دوستان دیگه هم جوین بشن و کلاس رو شروع کنیم. اه، کلاس امشب و کلا وبینارهای ما که ما یا آکادمی آموزشی هستیم که انواع دوره ها رو برگزار میکنیم، همش به خاطر اسپانسری بروکر بین‌المللی آی تی بی رایگان. ما دوره‌های مختلف برگزار میکنیم، از مبتدی، نیمه پیشرفته، پیشرفته، بوتکمپ های مختلف برگزار میکنیم که یه سری از دوستان از کامنت ها میبینم تو بوتکمپ در واقع آی سی تی بودن که قطعا من دیدم رضایت و نتیجه‌ای که براشون داشت. از این جنس محتوای آموزشی داریم و یه سری دوره فوق‌العاده پیشرفته که مخصوص تریدر هامون هست که تو طول مدت حالا با هم راجبش صحبت میکنیم. دو تا نکته بچه ها: ویدیوی جلسه ضبط میشه برای دوستانی که میخوان نتونستن شرکت کنن یا نتشون ضعیفه و این ویدیو رو ما هم تو ای سمینار، توی سایت ای سمینار آپلود میکنیم. شما میتونید تو قسمت وبینارهای خریداری شدهتون بعد از 24 ساعت بعد از اتمام جلسه ویدیوی امشب رو ببینید. هم توی پیج یا در واقع پروفایل یوتیوب آکادمی آی تی بی که ما هر دوره‌ای تا الان برگزار کردیم، هر آموزشی دادیم بجز بوتکمپ که خیلی ویژه بود و شرکت توش برای همه قابل دسترسی نبود، ما تو یوتیوب آکادمی آپلود میکنیم. دوستان میتونن به صورت رایگان از دوره هایی که تا الان برگزار شده، تک وبینارهایی که راجع به مدیریت ریسک و روانشناسی، راجع به استراتژی، راجع به شخصیت تریدر و برگزار کردیم و از تو یوتیوب بروکر در واقع آکادمی آی تی بی ببینن. خیلی بهشون کمک میکنه که جلوتر راجع به همه این موضوع ها صحبت میکنم. موضوع آخر برای این جلسه‌مون، من انتهای کلاس یک هدیه‌ای که بروکر برای شما، چون کلاس هدفش برای دوستانیه که میخوان وارد این بازار شن، میخوان درآمد دلاری رو استارت بزنن یا تازه وارد شدن هست، بروکر یه هدیه خیلی ویژه‌ای هم در نظر گرفته که اون بونس 100% مونه. من حتما انتهای کلاس راجبش صحبت میکنم و دوستانی که تا آخر کلاس باشن میتونن از این بونس ویژه که 100% هم هست استفاده کنن.
برای شروع معامله گری و ورود به بازار فارکس این یه هدیه‌ایه که به شما کمک میکنه با یه پول بیشتری وارد بازار بشید. من دو تا سوالم راجع به دوستانی که راجع به بوتکمپ سوال میپرسن جواب بدم و بریم سراغ معرفی و شروع کلاسمون. بوتکمپ آیسیتی که برگزار کردیم انقدر فیدبکش مثبت بود، انقدر من تو چت خصوصیم و تو گروهش دیدم که چقدر از دوستان دارن سود میکنن، دارن ترید میکنن و در واقع به سوددهی رسیدن، مسیر معامله گریشون عوض شد و چقدر آدمایی که خواستن دوباره تکرار شه. ممنونم از کامنت های مثبتی که میذارید. ما این بوتکمپ رو تکرار خواهیم کرد تو ماه آبان. اطلاع رسانیش رو انجام میدیم حتما. این بوتکمپ تکرار میشه. بوتکمپ آی سی تی پرو که راجبش صحبت کردیم فعلا منتظریم. من بر بین بوتکمپ که برگزار شد و بوتکمپ آی سی تی پرو باید یه فاصله بذارم دوستان. توی کلاس هم گفتم چون شما باید همون چیزی که یاد گرفتید و به قول شما خانم رضایی بی‌نظیر بود باید بره براتون جا بیفته. من بلافاصله آی سی تی پرو رو برگزار کنم باز شما سردرگم میشید، یعنی از این وضعیت حرفه‌ای که توش قرار گرفتید خارج میشید. پس برای آی سی تی پرو عجله نکنید. شما کل فکر و ذکرتون رو موضوعاتی باشه که بهتون درس دادم. نگران نباشید. آی سی تی پرو رو به پرفکت ترین شکل ممکن برگزار میکنیم. قبلش اصلا دارم حالا تلاش میکنم یه ایونت حضوری بذارم برای دوستانی که تو بوتکمپ بودن و تریدر شدن تو آی تی بی، دور هم جمع شیم، یه دور همی داشته باشیم و اصلا نگران نباشید. همش اطلاع رسانی میشه و قطعا میتونید تو اونا شرکت کنید. عجله نکنید. خب وارد بحث امروزمون بشیم. برای دوستانی که من تا حالا افتخار حضورشون رو نداشتم تو کلاس ها یه معرفی از خودم داشته باشم. من شایان نوابی هستم. حدود 6 ساله که فعالم تو بازارهای مالی به ویژه فارکس و کریپتو ترید میکنم، آموزش میدم. خودم با دو تا پلتفرم بین المللی کریپتو کوانت و کریپتو پوتیتو به صورت رسمی همکاری دارم، براشون تحلیل می نویسم و به شخص متخصص روش اسمارت مانی آی سی تی هستم که جذاب ترین و حرفه‌ای ترین در این حال ساده ترین سبک ترید تو بازارهای مالیه. و حالا دوستان اینجا لطف کردن هی کامنت مثبت میذارن که اصلا این ته داستانه. برای دوستانی که امروز تو این وبینار شرکت کردن میخوام تازه وارد بازار فارکس شن یا تازه وارد بازار شدن، ما جلوتر تو کلاس صحبت میکنیم. یک بخشی از مسیر تریدر شدن داشتن یک استراتژی و تریدینگ پلنه. کلا عجله رو شما باید از این بازار، از این شغل، از این روش درآمدزایی بذارید کنار. شما امروز برای دوستانی که اولین بار شرکت کردن این یک آشنایی بین ما و شما و جلوتر که بریم تو دوره های مختلف ما که مناسب سطح شما شرکت کنید قطعا به یه لولی میرسید که من شما رو دوباره تو بوتکمپ آی سی تی قرار میدم و اون استراتژی رو بهتون میدم. بقیهش میشه دیگه توانایی فردی شما. باز تکرار میکنم ویدیو ضبط میشه توی سمینار رو یوتیوب آپلود میشه. آخر جلسه راجع به بونس باهاتون صحبت میکنم و به سوالاتتون هم جواب میدم. در حین کلاس حتما به سوالاتتون جواب میدم. بریم که بحثمون رو شروع کنیم. من این رو ببندم، این رو در واقع پخش کنم. بچه ها شما تصویر اسلاید ها رو میبینید؟ اگر میبینید یه مثبت برای من بذارید. خب عالی. اگر 1% صدا و هست من حالا هی چک میکنم، هی میام تو صفحه چت. اگر 1% صدا و تصویر قطع شده بود احتمالا مشکل از اینترنتتونه. در غیر این صورت من سوال میپرسم، اگر همه بگن قطعه خب با هم درستش میکنیم. اول سریع یه تشکر بکنم از بروکر آی تی بی که در واقع یک تمرکز بسیار جدی داره روی آموزش رایگان و کاربردی. بروکر آی تی بی از سال 2017 فعالیتش رو تو خاورمیانه شروع کرده و توی سیشلز، لندن و دبی آفیس فعال داره و تحت رگوله هست که جلوتر راجع به بروکر صحبت میکنیم. الان تمرکزمون روی بحثه. خب ما میدونیم توی ایران داریم زندگی میکنیم خیلی و توی کشورهایی مثل ایران که تورم بسیار سنگینی وجود داره معمولا آدم‌ها دنبال راه‌های مختلفن برای درآمدزایی. کل تایمی که ما تو ایران هستیم و مخصوصا سالهای اخیر یک موضوعی که خیلی توجه همه رو جلب کرده درآمد دلاریه یا تبدیل پول به دلاره. چرا؟ چون قیمت دلار به طور کلی وحشتناک افزایش پیدا میکنه
و اگر شما درآمد ریالی فقط داشته باشید یا سرمایه ریالی داشته باشید، این پولتون توی بحث در واقع به خاطر تورم ارزشش هی کم و کمتر میشه. پس یا سرمایه‌مون رو به دلار میکنیم که حداقل با افزایش قیمت دلار ارزش پولمون حفظ شه، و چه بهتر اگر یک درآمد دلاری داشته باشیم. یعنی همه ما بدمون نمیاد، دنبال راههایی هستیم که بتونیم درآمد دلاری داشته باشیم. اصلا دلیل این که ما یک چند سالی هست که بحث ترید و معامله گری تو بازارهای مالی، فارکس، رمزارز، سهام خیلی داره تو ایران باب میشه، خیلی گرم شده و دیگه بین ما کسی نیست که دور اطرافش تریدر نباشه یا آدم ها راجع به ترید صحبت نکنن. دقیقا همین درآمد دلاریه و وضعیت کشورمونه، بی ارزش شدن ریاله. و ترید، من نمیگم تنها، اما یکی از بهترین راه‌ها برای این موضوع. یعنی یکی از راه‌هایی که هم برای ما امکان درآمد دلاری داشتن رو حتی با سرمایه کم فراهم میکنه که جلوتر راجعش توضیح میدم، هم راهیه که جذابه، خسته کننده نیست، خیلی جذابه، هیجان توشه. و شما وقتی درگیر ترید کردن میشید یه جا میبینید بهش معتاد شدید و زندگیتون در واقع با ترید کردن جذابتر شده، هیجان وارد شده و شما در لحظه وقتی ترید میکنید دارید نتیجهش رو میبینید که دارید سود میکنید یا ضرر. مثل سرمایه گذاری نیست که یک دارایی رو بخرید بخواید مدت‌ها صبر کنید تا ببینید نتیجهش چی شد. به هر حال درآمد دلاری تو ایران به دلایل بسیار زیادی اهمیت پیدا میکنه. دو تاش رو اینجا نوشتم. از تورم آدم مسئول میمونه و از افزایش قیمت ارز پولش بیارزش نمیشه وقتی دلار داره. همین مثالش اینه که چند سال پیش دلار 19 تومن بود، 18 تومن بود، الان 70 تومن رسیده، 60 تومنه. و این موضوع اگر روندش رو نگاه کنید تو طول تاریخ همیشه سعودی بوده. یعنی اگر شما 10 سال پیش 1 میلیون داشتید تا الان 1 میلیون رو نگه می داشتید، پولتون کامل بی ارزش بود. ولی اگر همون موقع دلار می‌خریدید تا الان نگه می داشتید، ارزش حفظ می‌شد. همون وسایل و کالاهایی که با 1 میلیون تومن اون سال میتونستید بخرید رو الان چون دلار نگه داشتید حداقلش اینه که میتونید بخرید. پس این موضوع خیلی اهمیت داره. موضوع دوم که دیگه واضحه، درآمدزایی بیشتره. وقتی شما درآمد دلاری داری، جدا از اینکه یک درآمدی در لحظه دارید که اضافه میشه به سرمایه‌تون، دلاری بودنش باعث میشه با افزایش قیمت دلار این درآمده برای شما هم افزایش پیدا کنه. میونه صحبت، بله، ویدیوی امشب داخل کانال یوتیوب هم آپلود میشه، من لینکش رو براتون میذارم تو طول جلسه. بارها لینک یوتیوب رو براتون میذارم، این یه بارش، اینم سنجم. پس درآمد دلاری برای همه ما مهمه. یه مثال خیلی سادهش، شما کشورهای مختلف دنیا زندگی کنید، اروپا، آمریکا، دبی، اصلا آیفون داشتن یک موضوع لاکچری نیست. به راحتی آدم ها آیفون دارن. توی دبی اگر برید، یه کارگری که داره داربست ساختمون میزنه آیفون 15 پرو مکس داره. مثل ایران نیست که آدم بخواد یک سرمایه بسیار زیادی رو برای خرید یک آیفون اختصاص بده یا آیفون خریدن براش یه موضوع خیلی بزرگی باشه. تو این نموداره که یه مثال اگه ببینید، داره در واقع درصد مورد نیاز از درآمد یک ماه به صورت میانگین توی کشور رو برای خرید آیفون 15 پرو مکس نشون میده. تو این نمودار ببینید، اصلا برید ایران رو پیدا کنید ببینید کشور چندمه و چقدر لازمه که آدم درآمدش ماهانش رو سیف کنه، نگه داره، پسنداز کنه تا بتونه یه آیفون 15 پرو مکس بگیره. این یه مثال صرفا رو نمیخوام خیلی کلیشه‌ای صحبت کنم. یه مثالیه که آقا چقدر مهمه، چقدر ارزش داره اگر ما بتونیم با روش درست، نه با رویا فروشی، نه با فکر این که من آقا یک شبه دارم دیگه به یه درآمد دلاری میرسم تموم شد، مشکلاتم حل شد. اینا همه باعث میشه شما در نهایت ضرر کنید و سرخورده بشید. با یه اپروچ درست، با یک تفکر درست و با یک توقع و یک مسیر درست، چقدر خوب میشه که ما درآمد دلاری داشته باشیم. چقدر میتونه بهمون کمک کنه که خودش راه‌های مختلفی داره و تمرکز ما روی ترید کردن چون یکی از جذابترین راهاست. حالا بریم آشنا شیم با اینکه اصلا بازار مالی چیه، فارکس چیه، چرا اینقدر رو فارکس تمرکزه و اصلا ترید چیه، سرمایه گذاری چیه. قطعا خیلیاتون تریدرید، خیلیاتون حتی مبتدید، میدونم دارید وارد فضا میشید، اما همین که معنای اینا رو بدونید خیلی بهتون کمک میکنه. خیلی سریع بگم،
بازار مالی یه فضاییه که میتونه فیزیکی باشه، میتونه مجازی باشه، که تو اون یک دارایی مالی خرید و فروش میشه. یعنی شما میتونید تو اون، چه به صورت فیزیکی مثل طلا فروشی، چه به صورت آنلاین مثل همین ترید فارکس و غیره، توش بتونید یه دارایی مالی رو در واقع خرید و فروش کنید. در واقع این چیزی که بین خریدارا و فروشنده ها جابجا میشه و نحوه انجام اون نوع بازار مالی رو مشخص میکنه. ما بازارهای مالی مختلفی داریم و در واقع اون چیزی که تو اون بازار داره خرید و فروش میشه و اون نوعی که داره این اتفاق میفته رو در واقع با این دوتایی که ما مشخص میکنیم بازار مالی چیه و کدوم بازار رو داریم راجبش صحبت میکنیم. ما یک سری بازار مالی مهم و معروف داریم، اینجا براتون آوردم. اوراق قرضه، بازار اوراق قرضه یا باند مارکت از اسمش مشخصه. بازاریه که توش دارایی که معامله میشه اوراق‌های قرضن، باندها هستن. اوراق قرضه دولتی داریم و مدل‌های مختلف اوراق قرضه که راجبش ما کاری نداریم، صرفا می‌خوایم بدونیم. به عنوان یک تریدر، کار فقط فکر و ذکر من نباید سود و ضرر باشه، من باید اینو به شکل یک شغل دوم یا برای یه سری دوستان شغل اصلی بدونم که توش باید اطلاعاتم کامل باشه. اگر قرار من با ترید کردن به درآمد دلاری برسم، یکی بهم بگه بازار مالی بگو چیاست، باید بتونم بگم این از اون جنس صحبت است. بازار اوراق قرضه، بازار بزرگ دوم، بازار معروف دوم که راجبش همه اطلاعات داریم چون تو ایران هم باش درگیریم، بازار سهامه یا استاک مارکت. بازار سهام بازاریه که توش دارایی که معامله میشه سهام یا استاک شرکت ها و کمپانی های مختلفه. یعنی بازاریه که توش شما میتونید سهام یک شرکت رو بخرید، عیناً بازار بورس ایران. اما بازار سهام تو دنیا با بازار بورس ایران یه ذره فرق داره که ما باهاش کاری نداریم. اما مهمه بدونیم که بازاریه که توش سهام شرکت ها معامله میشه. برای مثال، من میرم تو بازار سهام استاک مارکت، سهام اپل رو میتونم بخرم. اگر سهام اپل رو میخرم، من دیگه تو کمپانی اپل سهام دارم، یه بخش بسیار کوچیکی از کمپانی اپل میشه برای من و من دیگه از سود کمپانی اپل، از ضرر کمپانی اپل و از تفاوت و نوسان قیمت سهامش میتونم سود و ضرر کنم. خیلی مشخصه دیگه. بورس رو تو ایران داریم، سهام، حالا اسمش عجیب غریبه نمیخوام مثال بزنم. تو بورس ایران دیدید یه مدت سال 98 اگه اشتباه نکنم خیلی همه درگیرش شدیم. توش میتونید شما سهام شرکت ها رو بخرید، بفروشید و تو عملکرد اون شرکت سهیم بشید بسته به میزان سهامی که دارید. بازار کامودیتی یا در واقع کالا بازار سوممونه که باز هم از اسمش مشخصه. بازاریه که توش کالاها خرید و فروش میشن، مثل گندم، مثل قهوه، مثل همه چیزهای دیگه ای که مثل گندم و قهوه وجود دارن و خیلی بازار حرفه‌ایه. به صورت کلی توش کالاها جابجا میشن، شما میتونید توش کالاها رو خرید و فروش کنید. بازار چهارم بازار شاخصها یا ایندیسیز مارکت. شاخص میاد عملکرد یک بازار خاص و یک قسمتی از یک بازار خاص رو برای ما بازتاب میکنه. تو ایران داریم، خیلی شنیدید میگن امروز شاخص بورس ایران 2000 واحد ریخت، امروز شاخص بورس 1000 واحد رفت بالا. یعنی چی؟ شما یه بازاری داریم به اسم بورس که میتونید توش برید سهام های مختلف رو بخرید. اما اگه بخواید به طور کلی ببینید وضعیت بازار بورس چجوریه، یه بازار دیگه داریم، یه سری دارایی دیگه داریم به اسم شاخص‌ها. شاخص‌ها میاد عملکرد کلی یه بازار یا یک قسمتی از بازار رو بازتاب میکنه. وقتی میگیم شاخص بورس ایران 2000 واحد ریخت، منظور اینه که به طور کلی عملکرد کل شرکت هایی که سهام هایی که تو بازار بورس ایران هستن به طور کلی برآیندشون 2000 واحد ریخت. حالا تو بازار بورس قطعا تو همین بازه یه سری شرکت ها سبز بودن، رفتن بالا، یه سری شرکت ها ریختن، یه سری سهام ها ثابت موندن. برآیند اینا 2000 واحد ریخته، یعنی عملکرد کل بازار بورس منفی بوده. شاخص ها میان این کارو برای ما میکنن. مثلا یه شاخص داریم، شاخص نزدک، اسمش رو احتمالا شنیدید. شاخص نزدک چیه؟ میاد عملکرد 100 کمپانی بزرگ حوزه تکنولوژی تو آمریکا رو به ما نشون میده. وقتی میگیم شاخص نزدک
ریزشیه، یعنی عملکرد 100 کمپانی بزرگ تکنولوژی تو آمریکا به طور کلی نزولی بوده. حالا این وسط اپل سعودی بوده، مایکروسافت سعودی بوده، تسلا ریزش بوده، در آینده نزولی بوده. پس ما با شاخص ها میتونیم به جای اینکه بریم تک تک دارایی ها رو تحلیل کنیم، یه دیدی از وضعیت کلی اون بازاری که اون شاخص داره بازتاب میکنه داشته باشیم. و خیلی شاخص های زیادی داریم، مثلا شاخص DXY یا دلار، قدرت دلار. این شاخص میاد به طور کلی قدرت دلار، ارزش دلار رو در مقابله با ارزهای کشورهای دیگه به طور کلی بررسی میکنه. اگر سعودی باشه یعنی دلار تو دنیا به طور کلی ارزشش داره افزایش پیدا میکنه. حالا میتونه جلوی یورو ریزشی باشه، جلوی بقیه ارزها سعودی. پس شاخص ها میان به ما عملکرد یک بازار یا یک قسمتی از یک بازار رو به ما نشون میدن به طور میانگین و کلی. فارکس رو میذارم آخر چون اصلا اصلی ترین بازارمونه. بازار رمزارزهای کریپتو، خیلی با بازار کریپتو از سال 2019 به بعد که بیت کوین افزایش قیمت داشت آشنان و الان دیگه همه سر و کار دارن باش. بازار کریپتو هم از اسمش مشخصه، بازاریه که توش رمز ارزها و کریپتوکارنسی ها ترید میشن، معامله میشن، خرید و فروش میشن. بیت کوین، اتریوم، ریپل، کاردانو و ده ها هزار کوین و توکنی که تو این بازار وجود داره. یعنی تو بازار رمز ارز من میتونم فقط برم بیت کوین و رمز ارزها رو خرید و فروش کنم. توضیح بیشتری نمیخواد، چون اگه بخوایم وارد حوزه کریپتوکارنسی شیم من میتونم تا صبح باهاتون صحبت کنم. و بازار دیگه بازار فلزات، باز هم از اسمش مشخصه، یا متالز، بازاریه که توش انواع فلزها معامله یا ترید میشن، طلا، نقره و مس و هزار تا فلز دیگه. اینها همه بازارها جدان. یعنی من اگه میگم بازار سهام، تو بازار سهام فقط میتونم سهام ها رو خرید و فروش کنم، سرمایه گذاری کنم یا ترید کنم. اگر میگم رمزارزها، فقط رمزارزها، نمیتونم تو بازار سهام کالاها رو خرید و فروش کنم. اما بازار فارکس، بازار فارکس، من بیام اینجا. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست. بزرگترین بازار مالی دنیاست. بازار فارکس بیشترین حجم معامله توش وجود داره. حالا این بازار چیه؟ بازار فارکس بازاریه که توش تنها دارایی که به صورت استاندارد معامله میشه جفت ارزها هستن. جفت ارزها منظور چیه؟ منظور مثل یورو یو اس دی، مثل یو اس دی جی پی وای، دلار آمریکا، ین ژاپن. جفت ارزها یا اون نمادی که اون دارایی که تو بازار فارکس معامله میشه که بهش میگیم جفت ارز یا کارنسی پر، میاد ارز یک کشور رو در مقابله با ارز یک کشور دیگه مقایسه میکنه، ارزشش رو نسبت میده. مثلا اصلی ترین دارایی که تو بازار فارکس معامله میشه یورو یو اس دیه. یورو به یو اس دی، دلار آمریکا، یورو اروپا به دلار آمریکا. وقتی ما میگیم یورو یو اس دی الان قیمتش 1.2، یعنی داریم میگیم هر یک یورو معادل 1.2 دلار میارزه. وقتی میگیم یو اس دی جی پی وای قیمتش 135، یعنی هر یک دلار آمریکا معادل 135 ین ژاپن. پس ما با این خودمون هم تو زندگیمون سر و کار داشتیم توی جفت ارز دلار به ریال. وقتی میخوام برم سفر، میخوام برم دبی، من باید دلار داشته باشم. پس من میرم جفت ارز یو اس دی ریال ایران رو نگاه میکنم، عددش 60,000. یعنی چی؟ یعنی هر یک دلار آمریکا معادل 60,000 تومنه. پس من از بازار فارکس تو زندگی خودم هم استفاده کردم. وقتی دلار ریال میدم دلار میگیرم، عملا دارم یک جفت ارز رو معامله میکنم. بازار فارکس تنها نمادی که توش معامله میشه این جفت ارزها هستن به صورت استاندارد. بازاریه که بزرگترین بازار دنیاست. حجم معامله یک روز بازار فارکس حدوداً 7 تریلیون دلاره. یعنی شما اون بازارهایی که تو اسلاید قبلی معرفی کردم همه رو بذاری رو هم کلشو، اندازه یک روز فارکس نمیشه. انقدر که بازار بزرگیه. چرا؟ چون بازاریه که بازیگرای اصلی که توش معامله میکنن کیان؟ دولت ها. دولت آمریکا میخواد ذخیره دلاریشو کم کنه، یورو بخره، تو بازار فارکس میره جفت ارز یورو دلار رو خریداری میکنه. دولت آمریکا میخواد
از ارزش دلار حمایت کنه، ارزش دلار رو مقابل یورو ببره بالا، میاد تو بازار فارکس کارش رو انجام میده. وقتی یه بازیگر اصلی یه بازار یک دولت کشور هاست، پس بدونید چه پولی توش جابجا میشه. بازیگر دومی که تو بازار فارکس فعاله، بازیگر اصلی، بانک‌های مرکزی هستند. بانک‌های مرکزی کشورها هر کار ارزی داشته باشن تو بازار فارکس میکنن. باز ببینید چقدر پول داره جابجا میشه. بانک مرکزی یک کشور وحشتناک پول دستشه. بازیگر سوم اصلی که تو بازار فارکسه، مؤسسات مالی بزرگن، هج فاندها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، که باز همه اینا ببینید بدونید چقدر پول دارن. و این سه تا بازیگرن که در واقع در اصل تو بازار فارکس فعالیت دارن و اینها باعث میشه بازار فارکس حجمش یه عدد وحشتناکی باشه و بزرگترین بازار مالی. حالا برای اینکه ماها که پولی که داریم اصلا شوخی جلوی پول این بازیگر هستی که گفتیم، بتونیم تو بازار فارکس ترید کنیم، یه چیزایی به وجود اومده به اسم بروکر، که ما به بروکرها به ما این دسترسی رو میدن، به ما تریدرهای خرد، ریتیل تریدرها، که آقا شما هم با استفاده از ما میتونید به این استخر نقدینگی که دولت ها و بانک های مرکزی و مؤسسات مالی توش فعالن وصل بشید، تو بازی اونا بازی کنید. اونا دارن اصل ترید رو میکنن، اونا بازیگر اصلی هن. شما هم با وجود بروکرها میتونید تو اون بازی کنید و ترید کنید. و حالا یه موضوعی اینو برای آدم ها جذاب کرده، برای همین همه یه تریدر حرفه‌ای معمولا تو بازار فارکس هن. بازار فارکس بازار 24 ساعت هست. 24 ساعت روز بازه. بازار فارکس 5 روز هفته بازه، بجز شنبه یک شنبه ها که دنیا تعطیله. بازار فارکس نقدینگی بسیار بالایی داره، برای همین توش امکان در واقع اینکه من مثلا میخوام یه دارایی رو بخرم فروشنده برام نیست وجود نداره. در لحظه هر عددی، هر مقدار، 100 مثلا میلیون دلار، 1 میلیارد دلار هم بخواید خرید و فروش کنید، توش نقدینگی هست و براتون اتفاق میفته. چون گفتم بازیگرایی که توش درگیرن خیلی بزرگن. اما اینجاست که برای ماها جذاب میشه. با وجود یه سری مؤسسه و پلتفرم به اسم بروکر که میاد برای من تریدر خرد یه دسترسی ایجاد میکنه که تو بازی اونا بازی کنم، یه سری امکانات وجود اومده. اهرم وجودش تو بازار فارکس به خاطر بروکره و به من اجازه میده، چون اصل این بازار گفتم حجمی که توشه بازیگرا بزرگن، اصلا شوخیه من بگم 1000 دلار پول دارم میخوام ترید کنم. یه چیزی به وجود اومده به اسم اهرم به من این دسترسی رو میده تا 500 برابر پولی که دارم بتونم معامله کنم، که بعدها بهش میرسیم. یعنی من وقتی توی بروکر خوب حساب دارم، اگر 1000 دلار پول دارم، اهرم 500 استفاده میکنم، به من اجازه میده تا 500 هزار دلار ترید کنم. یعنی تا 500 برابر پولم معامله کنم و سود داشته باشم. خب این خیلی ویژگی جذابیه، اما باید حواسمون باشه این ویژگی دو طرفه است. یعنی باعث میشه من بتونم با یه پول وحشتناک زیادتری از سرمایه خودم ترید کنم، سود کنم، اما اون ور اگه اشتباه کنم ضررم هم زیاد میشه. اما خب این ویژگی اهرم یه ویژگی بسیار جذابی. موضوع دوم، هزینه معاملاتی پایین. وقتی من تو بروکر ترید میکنم هزینم خیلی کمه. اگر حالت عادی بود من میخواستم به اون بازی اصلی، به اون استخر نقدینگی جهانی اصلی وصل شم، برای من خیلی هزینه داشت و اصلا اجازه نداشتم. پس با وجود بروکرها و امکان دسترسی ما به بازار فارکس، این هزینه وحشتناک پایینه. و تو بازار فارکس به خاطر این بازیگرایی که بهتون گفتم و حجم وحشتناکی که داره، سرمایه بسیار زیادی که توش هست، دستکاری توش خیلی اتفاق نمیفته، مگر اینکه بروکری که داریم توش ترید میکنید وصل نباشه به اون نقدینگی جهانی و خودش اوردرها و تریدهای شما رو مدیریت کنه. عکس سمت چپ رو ببینید. حجم یک روز بازار فارکس از جمع بزرگترین بازارهای سهام کشور آمریکا، ژاپن و انگلیس بزرگتره و با چه مقداری؟ عددش رو میتونید اینجا ببینید. پس بازار فارکس خیلی برای ما جذابه. قبل اینکه برم اسلاید بعدی، یه اتفاق جالب افتاده. حالا بازار فارکس گفتم نمادی که دارایی که توش ترید میشه جفت ارزها، اما با وجود بروکرهای فارکس تمام بازارهایی که اسلاید قبل بهتون معرفی کردم رو شما توی یه بروکر فارکس میتونید ترید کنید. اگر حالا بروکری که انتخاب میکنید خوب باشه و از این دارایی ها
پشتیبانی کنه. یعنی شما مثال تو بروکر آی تی بی که ترید میکنید به بازار فارکس دسترسی دارید و بروکر آی تی بی از اون بروکرهایی که وصل به نقدینگی جهانی بهش میگن ای بوک. بروکریه که اصلا خودش امکان دستکاری نداره و وصل به اون نقدینگی ها استحقاق نقدینگی بین بانکی که دولت ها توشن، بانک های مرکزی توشن و مؤسسات مالی. اه، به خاطر وجود این بروکرها شما دیگه میتونید تو بروکر آی تی بی فلزات رو هم معامله کنید، طلا ترید کنید، نقره ترید کنید و شما تو بروکر آی تی بی دیگه میتونید به عنوان یه ایرانی سهام ترید کنید، سهام تسلا بخرید، سهام اپل بخرید، سهام نایک بخرید، سهام مایکروسافت بخرید و این سهام ها رو ترید کنید. چون به صور عادی شما تو دنیا اگه بخوای از مثلا شما میدونی تسلا کمپانی خفنه میتونی سود کنی. برای اینکه بتونی از تسلا سود کنی اجازه خرید سهام تسلا رو اصلا نداری. خیلی شرایط داره. ولی با وجود بروکرها دسترسی به همه اون بازارهایی که گفتم برای شما فراهمه و به راحتی میتونی برای مثال تو بروکر آی تی بی فرض کن حساب داری، بری سهام تسلا رو روش پوزیشن بگیری، تریدش کنی، از افزایش قیمتش سود کنی. میتونی توش طلا ترید کنی، میتونی توش نفت معامله کنی، توش میتونی گندم و قهوه معامله کنی. پس بروکرهای فارکس جدا از این که برای ما اهرم فراهم میکنن و یه دسترسی بهمون میدن با همین سرمایه کممون و با استفاده از اهرم وصلیم به اون نقدینگی جهانیه، این دسترسی رو هم دیگه برای ما فراهم میکنن که بتونیم توش رمز ارز و کریپتو معامله کنیم، سهام معامله کنیم، کالاها رو معامله کنیم، فلزات رو معامله کنیم، شاخص رو معامله کنیم و دیگه میاد یک دسترسی برای ما فراهم میکنه که اگه زرنگ باشیم، آموزش ببینیم، تلاش کنیم، تمرین کنیم، میتونیم یه مقدار زیادی دارایی که کلی پتانسیل داره برای ما برای درآمدزایی رو بهش دسترسی داشته باشیم به راحتی. این همه این موضوع باعث شده که بازار فارکس جذاب شه، همه تریدرها هجوم بیارن به بازار فارکس و بروکرها و این حجمی که میبینید دیگه بزرگترین بازار مالیه. و دقیقا این موضوعی که گفتم، این اثرگذاری بازار فارکس اینه که من اگه یه بروکر خوب داشته باشم که همه بازارهای دیگر رو ساپورت کنه، من میتونم تو بازارهای خارجی سرمایه گذاری داشته باشم، میتونم ترید کنم، میتونم از افزایش قیمت تسلا، از پیشرفت کمپانی اپل سود کنم و به محصولات بین المللی دسترسی داشته باشم. من وقتی توی بروکر فارکس خوب ترید میکنم، اگر به سوددهی برسم درآمد دلاری دارم، دلار دارم تو حسابم، به راحتی میتونم از سایت های خارجی خرید کنم، میتونم از آمازون خرید کنم و کلی فرصت دیگه. و اینه که بازار فارکس رو جذاب کرده برای آدم ها. خلاصه صحبتم اینه که میشه بهش به چشم یک فرصت نگاه کرد، تحقیق کرد، یاد گرفت، آموزش دید و توش به درآمدزایی رسید. حالا دو تا فرق وجود داره، کلی فرق وجود داره بین سرمایه گذاری و ترید. سرمایه گذاری بچه کاریه که ما تو ایران بارها کردیم، خانوادهمون دیدیم میره طلا میخره نگه میداره 10 سال بعد بفروشیم سود کن، پولشو میذاره ملک میخره، ماشین میخره، دلار میخره. ما دیگه سرمایه گذاری اومده تو خونمون به عنوان یک ایرانی. سرمایه گذاری میشه خرید یک دارایی، حالا اون دارایی میتونه هر چیزی باشه، خرید یک دارایی، گرفتن دارایی، یعنی واقعا خریدش این که دارایی جابجا شه، مالک شدن یک دارایی، نگهداری اون و کسب سود در صورت افزایش قیمت اون دارایی. یعنی من برم طلا واقعا بخرم، طلا رو دریافت کنم، یه جایی نگه دارم، در طول زمان و بلند مدت قیمت طلا رشد کنه، من سود کنم. پس وابسته است به عوامل بنیادی. یعنی شما کورکورانه نمیری یه ماشین یه ملک بخری که سود کنی، باید بری تحقیق کنی، ارزشش رو پیدا کنی، ببینید چه آینده ای داره. پس میشه وابسته به عوامل بنیادی. سرمایه گذاری یعنی تشکیل یه سبد دارایی. یعنی اگه من 1 میلیارد پول دارم، 20 میلیونش رو دلار بخرم، 30 میلیونش رو بیت کوین بخرم، 40 میلیونش رو طلا بخرم، یه مقدارش رو ریال نگه دارم، پس باید یه سبدی تشکیل بدم، یه سری دارایی داشته باشم. کسب سود تنها با خرید دارایی. یعنی من تو سرمایه گذاری باید برم یه چیزی رو بخرم، روی چیزی سرمایه گذاری کنم و تنها در حالتی کسب سود میکنم که قیمت اون دارایی افزایش پیدا کنه. موضوع بعدی، سرمایه گذاری یعنی یه کار بلند مدت.
من یه ملک میخرم، طلا میخرم، فرداش نمیتونم بفروشم سود کنم. باید صبر کنم، باید زمان بگذره و کلا دیدگاه ما تو سرمایه گذاری بلند مدته و چالش احساسیش هم کمه. وقتی من یه ملک میخرم پس دیدگاهم اینه که من این ملک رو 6 سال دیگه بفروشم. هر روز زندگیم درگیر نیستم خدایا ملک رفت بالا نرفت بالا، قیمتش چی میشه. میدونم مثلا دلار میگیرم، ملک میگیرم، تو طول زمان سودیه، من حداقلش اینه که ضرر نمیکنم، ارزش پولم کم نمیشه، پس چالش احساسیش کمه. اما ترید یا معامله گری که خیلی جذابه برای ما و من همیشه میگم بچه ها، نه ترید خوبه نه سرمایه گذاری خوب. موقعیه که شما هم ترید کنی هم یه سرمایه گذاری برای زندگی داشته باشی. ولی حالا ترید چیه؟ ترید وابسته است به تاریخچه قیمت. شما میای بر اساس رفتار قیمت و حالا تحلیل بنیادی هم داره اما خیلی وابسته است به تاریخچه قیمت و بر اساس رفتار قیمت شما میای تحلیل میکنی، ترید میکنی. تو ترید در لحظه تمرکزت روی یک داراییه. یعنی تو لازم نیست مثل سرمایه گذاری کلی بگردی و در واقع دارایی‌های مختلف سبد تشکیل بدی. شما میتونید در واقع روی یه دارایی تمرکز کنید و اون رو ترید کنید. موضوع بعدی اینه که شما در روز خرید و فروش فعالانه داری و در لحظه نتیجه کارتو میبینی. مثل سرمایه گذاری نیست که خیلی بلند مدت باشه. شما میتونید تو ترید به یه جایی برسی که در روز درآمد دلاری داشته باشی، در هفته داشته باشی و اینو ببینی. و تو ترید شما میتونی تو یه دقیقه ترید کنی، میتونی تو یه روز ترید کنی، میتونی تو 3 ماه ترید کنی و خیلی دستت بازه و ورود خروجات میتونه خیلی سریع باشه. یعنی من اگر یه روزی تریدر حرفه‌ای بشم در عرض 5 دقیقه میتونم $500 سود کنم. این چیزیه که تو سرمایه گذاری نداریم و ترید خیلی کوتاه مدت تره و اما چالش احساسی بسیار زیادی داره. یعنی وقتی شما ترید میکنید احساساتتون خیلی درگیر میشه، درگیر هیجانات میشید، درگیر ترس و طمع میشید و باید بر روی این مدیریت داشته باشید. قبلش گفتم بروکرها به وجود اومدن که دسترسی ما رو به بازار فارکس امکان پذیر کنن. در واقع به خاطر بروکرهاست که من میتونم تسلا ترید کنم، میتونم فارکس ترید کنم و در واقع معامله گرا از طریق اون بروکر میتونن خرید و فروش اون دارایی ها رو داشته باشن، خرید و فروش جفت ارزها رو داشته باشن، خرید و فروش سهام ها رو داشته باشن. ولی من موقعی که میخوام یه بروکر انتخاب کنم خیلی باید حواسم جمع باشه. خیلی نکته مهمی انتخاب یک بروکر. چرا؟ چون من بچه گفتم وقتی وارد بازار فارکس میشید یه مهارتی که وقتی کلا وارد تریدینگ میشید یه مهارتی که باید برای کسب درآمد داشته باشید داشتن یک استراتژیه. یعنی شما باید بالاخره تحلیل کنید که اون دارایی که میخواید ترید کنید قیمتش به کدوم سمت میره. و ما تو ترید دیگه مثل سرمایه گذاری نیست که فقط از افزایش قیمت یک دارایی سود کنیم. شما تو ترید میتونید از ریزش قیمت هم سود کنید. ما تو ترید به جای خرید و فروش که تو سرمایه گذاری هست پوزیشن لانگ و شورت داریم. پوزیشن لانگ مثل خرید عادیه. یه دارایی رو وقتی پوزیشن لانگ روش میگیریم اگر قیمتش افزایش پیدا کنه من سود میکنم. اما ترید و به واسطه وجود بروکرها یه امکانی فراهم شده به اسم پوزیشن شورت. دیگه شما لازم نیست ثبت کنید یه دارایی سعودی باشه، اینه که پتانسیل ایجاد میکنه و ترید رو جذاب میکنه. شما دیگه از ریزش یک دارایی میتونید سود کنید. به این چشم ببینیدش که پوزیشن شورت یه قرارداده بین شما و بروکر که وقتی وارد اون پوزیشن میشی داری میگی آقا اگر قیمت این دارایی ریخت من سود میکنم. پیش بینیم اینه که قیمت دارایی میریزه، پوزیشن شورت میگیرم، پیش بینیم اگه درست در بیاد من سود میکنم. و دیگه این امکان برای شما این موضوع رو فراهم میکنه که در لحظه بی نهایت دارایی و فرصت داشته باشید که خودتون رو آموزش بدید با استفاده از این فرصت رو بتونید درآمد دلاری داشته باشید. که برای این کار باید یه بروکر انتخاب کنید. بروکر خیلی مهمه. گفتم شما برای ترید باید یه روزی یه استراتژی داشته باشید، یک قدرت تحلیلی داشته باشید، از ابزاری که موجوده استفاده کنید، بتونید تحلیل کنید که آقا من الان سهام تسلا رو حدس میزنم قیمتش چه اتفاقی میفته. تحلیل من از آینده رفتار قیمت سهام تسلا چیه و با اون بتونید ترید کنید. حالا اون روز شما به یه استراتژی رسیدی. بروکرها دو دستن، شما از طریق بروکر به این بازار وصلی. گفتم یه سری بروکرها وصلن به اون استخر نقدینگی اصلیه که اصل فارکس و بازار مالیه و دولت ها دارن توش معامله میکنن. پس این بروکرها
اجازه ندارن سر شما کلا بذارن، اصلا نمیتونن این کارو بکنن. ولی یه سری بروکر هستن به اون استخره وصل نیستن، بهشون میگن بی بوک. مثل خیلی از بروکرهای معروفی که اسمش رو شنیدید. این بروکرها وصل نیستن و خودشون اوردر آدم ها رو، یعنی خرید و فروش آدم ها رو انجام میدن. پس فرض کنید شما یه روزی به یک استراتژی خفن رسیدید، سودده، میدونید که درست میتونید قیمت ها رو تحلیل کنید. اون موقع اگه انتخاب بروکرتون بد باشه، فقط به خاطر کندل سازی که بروکر میکنه، به خاطر دستکاری که بروکر انجام میده، شما باز میبینی دارن ضرر میکنن. پس خیلی مهمه که موقعی که میخوای یه بروکر رو انتخاب کنی، حواست باشه که یه بروکر خوب انتخاب کنی که نتیجه معاملاتت صرفا وابسته به خودت باشه. یعنی اگه داری ضرر میکنی، مشکل از خودته. بتونی تو طول زمان روش کار کنی، به یه حدی برسی که بتونی سود کنی. بچه‌هایی که تو بوتکمپ های سیتی بودن اینو دیدن که تا قبلش 1000 تا دوره رفتن، 1000 تا کار کردن، کلی پول دادن، نتونستن به اون جایی که میخوان برسن. اما با همین آی سی تی یه استراتژی یاد گرفتن که الان اصلا شباهتی به قبل بوتکمپ ندارن. دارن توی یه مسیر دیگه ای میرن و دارن دقیقا میفهمن قیمت داره چه اتفاقی میفته. حالا فکر کن کلی تلاش کردی، دوره دیدی، فرزن آی سی تی رو یاد گرفتی، رسیدی به جایی که توی تحلیل قیمت داری میبینی داری درست پیش بینی میکنی. اما توی بروکری باشی که به خاطر دستکاری ها و تخلف هایی که اون بروکر میکنه تو باز ضرر کنی، اون موقع همین پوله رو از دست دادی که برای ما ایرانی ها پول خیلی با ارزشه. یعنی من اگه میخوام 1000 دلار پول وارد این بیزنس بکنم، 1000 دلار رو با بدبختی به دست آوردم. اینجوری نیست که بگم اوکی 1000 دلار مثل یه آمریکایی بگم 1000 دلار دیگه پول یه گوشی. پس اگر یه بروکری انتخاب کنی که دستکاری کنه تو فعالیت تو، و تو اون موقع دیگه فکر میکنی من یه مشکلی دارم، استراتژی مشکل داره، باید برم یه سبک جدید یاد بگیرم، عملا داری وقت تو تلف میکنی، پوله رو داری میریزی دور و 1000 تا عواقب دیگه. پس خیلی مهمه که ما میخوایم ترید کنیم، درآمد دلاری داشته باشیم و مجبوریم یه بروکر انتخاب کنیم که بتونیم به اونجا برسیم و از این استخر فرصت ها استفاده کنیم، بروکر خوب انتخاب کنیم. حالا موقع انتخاب بروکر باید به چیا توجه کنیم؟ یک، رگولیشن معتبر. رگولیشن یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر بروکر آی تی بی برای مثال، من اجازه اسم آوردن از بروکر دیگه رو ندارم، برای همین از اسم بروکر خودمون که باش در واقع اسپانسر وبینار هامون هست استفاده میکنم. اگر دارم میگم بروکر آی تی بی تحت رگوله FSA مثلا، یعنی چی؟ یعنی یه سازمان رگوله و قانونگذاری هست که بروکر آی تی بی تحت نظر اون، اعلام شده تو سایتش هست. و شما دیگه میدونی بروکر آی تی بی اگر تحت اسم این رگولیشن تو سایت اون رگولیشن هست اسمش، پس یه سازمان قانونگذاری داره اینو بررسی میکنه، همش حواسش هست. اگر بروکر تخلف کنه، اون سازمانه برخورد میکنه و از یه جایی به بعد اصلا میگه دیگه تو تحت رگولیشن من نیستی، تحت قانونگذاری من نیستی، چون داری پول یوزراتو میخوری، داری تخلف میکنی. پس وقتی میگیم بروکر آی تی بی 3 تا رگوله داره، یعنی تحت نظر 3 تا سازمان قانونگذاریه. پس اجازه دیگه نداره به راحتی بخواد پول یکی رو، بخواد تخلفی کنه، پول یکی رو بخوره یا ترید یکی رو به هم بریزه، کندل سازی کنه. پس رگولیشن خیلی مهمه که بروکر آی تی بی تحت رگوله 3 تا سازمان مختلفه. تنوع و تعدد دارایی معاملاتی، اولش گفتم یه سری بروکر هستن فقط فارکس رو ساپورت میکنن، یه سری بروکر هستن دو سه تا دیگه، یه سری بروکر هستن همه اون بازارهای مالی که گفتم رو پشتیبانی میکنن. یعنی شما توش جدا از بازار فارکس میتونی 5 تا بازار دیگر رو هم معامله کنی. این خیلی به شما کمک میکنه که بتونی در لحظه دسترسی داشته باشی به کلی نماد. اگر میخوای از اپل سود کنی، بتونی راحت بری اپل رو ترید کنی. خیلی از بروکرها این امکان رو نمیدن که بروکر آی تی بی همه بازارهایی که قبلش مثال زدم رو ساپورت میکنه و شما به راحتی توش میتونید تو حسابهای مختلف دارایی که میخواید رو معامله کنید. موضوع سوم، ارائه نرخ‌های دقیق و هماهنگی با نرخ‌های جهانی. ما دو دسته بروکر داریم: A بوک، B بوک. بروکر A بوک که بروکر آی تی بی جزوش هست، بروکری که وصل به اون نقدینگی جهانی، پس نمیتونه از خودش قیمت بده، نمیتونه از خودش قیمت دارایی ها رو جابجا کنه و بخواد معامله یک تریدر رو به هم بزنه. و این موضوع خیلی مهمه که شما بروکری که انتخاب میکنید بی بوک نباشه
که وقتی که بروکر بی بوکه خودش داره خرید و فروش ها رو انجام میده، به راحتی میتونه دست ببره تو حساب شما بدون اینکه خودتون بفهمید. شاید کسایی که ترید میکنن تا حالا با این حس مواجه شدن که آقا من هر تریدی میکنم قیمتی میاد دقیقاً حد ضرر منو میزنه میره تو اون پیش‌بینی که من داشتم. خیلی از بروکرها اینو دستکاری میکنن، میبینن اوردر یوزرهاشون کجاست، دقیقاً قیمت رو دستی بدون اینکه تو دنیا اتفاق بیفته جابجا میکنن که بره دقیقاً اون تریدرها ضرر کنن. وقتی یه بروکر بچه ها ای بوک هست بسته به نقدینگی جهانی، ضرر تریدرهاش برای بروکر درآمد نمیشه. همه اون ضررها تو اون استخره اتفاق میفته و درآمد بروکر فقط از همون اسپرد و کمیسیونیه که تو کل بازار فارکس وجود داره. ولی وقتی یه بروکر بی بوکه خودش اوردرها رو انجام میده، ضرر تریدرها یه راست میره تو جیب خودش. برای همین کلی تخلف میکنه، کلی تو در واقع کاری میکنه که تریدرها ضرر کنن. دوستانی که این مدت آی تی بی رو میشناسن، توی سمینار هم همین که الان شرکت کردید اسم منو بزنید یا اسم بروکر آی تی رو بزنید، میبینید که چقدر وبینار و دوره بروکر آی تی بی برگزار کرده. یه دلیل این که بروکر آی تی بی انقدر سفت، انقدر متمرکز روی آموزش خوب و رایگان و کاربردی، دقیقا اینه. چون ایبو که اینجوری نیست که آقا آدما بیان تو بروکر من ترید کنن ضررم کنن مهم نیست، میره تو جیب خودم. پس داره اصلا برای درآمدزایی خودش یه موضوع دو سربرده دیگه. رو آموزش اومده یه هزینه وحشتناکی کرده، تمرکز کرده، دوره هایی رو داره رایگان برگزار میکنه که شما همین بوتکمپ آی سی تی که من رفتم با بچه ها با من اومدن، جاهای دیگه 20 میلیون هم میفروشن و در ازای اون 20 میلیون عمرن چیزی که من درس دادم رو درس نمیدن. دلیلش اینه که بروکر ایبوکه و به نفعشه که تریدرهایی که توش ترید میکنن سودده باشن. ضررده باشن طرف پولش تموم میشه، بروکر میره دیگه، بروکر درآمدی نداره. پس آموزش براش خیلی مهمه که آدمهایی که میان توش بتونن سود کنن. درآمد بروکر بچه ها از اسپرد و کمیسیونه. یعنی به ازای هر یه تریدی که شما میکنید یه کمیسیونی باید بپردازید و یک اسپرد، که اسپرد اختلاف بین قیمت خرید و فروشه. دقیقا چیزیه که ما تو صرافی‌هایی که دلار می‌خریم می‌بینیم. شما می‌خوای دلار رو بخری با یه قیمتی می‌خری، همون لحظه بخوای به اون صرافی بفروشی باید ارزونتر بفروشی، چون اون صرافیه باید یه سودی داشته باشه. به این اختلاف قیمته میگن اسپرد. و درآمد یه بروکر سالم و درست که ای بوک هست فقط از اسپرد و کمیسیونه، از ضرر تریدرهاش نیست. پس شما موقعی که میخواید یه بروکر رو انتخاب کنید باید دقت کنید که اسپرد و کمیسیون کمی داشته باشه. چرا؟ چون وقتی میخواید یه سری استراتژی ها هست که تو تایم های کوتاه انجام میشه و یه سری استراتژی ها خیلی وابسته است به اسپرد و وقتی اسپرد یه بروکر بزرگ باشه به راحتی باعث میشه شما ضرر کنید. پس اسپرد و کمیسیون خیلی مهمه و بروکر آی تی بی مینیمم اسپرد رو میگیره، یکی از رقابتی ترین اسپرد ها رو تو بازار داره که شما به راحتی میتونید این موضوع رو تست کنید. آخر این بحثم بهتون میگم. موضوع بعدی شیوه های متفاوت برای واریز و برداشته که شما به راحتی بتونید واریز و برداشت کنید، که تو آی تی بی شما به راحتی با رمز ارزها و به صورت ریالی میتونید واریز و برداشت داشته باشید. موضوع ششم سرعت بالا و کارمزد پایینه موقع واریز و برداشت. بروکر آی تی بی کلا برای واریز و برداشت که کمیسیون نمیگیره، یعنی شما اگه $1000 واریز میکنی عینا حسابت $1000 شارژ میشه و سرعت بالایی داره. شما ترید کنید توش متوجه میشید که اصلا یه راهی وجود داره که شما که میخواید وارد این بازار شید بدون یک قرون پرداخت پول بروکر آی تی بی رو حداقل تست کنید که الان راجع بهش صحبت میکنم. موضوع آخر که خیلی مهمه پاسخگویی و پشتیبانیه. بروکر آی تی بی 24 ساعت روز و در 7 روز هفته پشتیبانی داره به چند زبان اصلی دنیا: انگلیسی، فارسی، ترکی، عربی. و بروکری که تخلف داره جواب یوزرهاشو به راحتی نمیده. ولی بروکری که شما به پشتیبانیش پیام میدید در اسرع وقت، زیر 3 دقیقه، زیر 2 دقیقه، زیر 1 دقیقه جوابتو میده و کامل مشکلتو حل میکنه، نشون میده که برای آدمها، برای یوزرهاش احترام قائله. همه اینا رو گفتم که بدونید موقع در واقع برای رسیدن به درآمد دلاری ذهنتون فقط محدود نباشه به این موضوع که من باید برم یه سبکی یاد بگیرم بتونم قیمت دارایی رو پیش بینی کنم. یه موقع از شما همه کارات درسته، بروکری که توشی داره سرتو کلاه میذاره و تو همش اینجوری که خدایا
باید برم یه سبک جدید یاد بگیرم، چیکار کنم به سود برسم. نمیگم به تنهایی، جفت اینا لازمه. یعنی شما همزمان باید کلی رو خودتون کار کنید، رو آموزشتون، رو مدیریت ریسک و سرمایه‌تون، روی استراتژیتون. اما یه موضوع خیلی جدیه که بروکره درست باشه، یه جایی نیاد بگه آقا من به تو سرویس نمیدم، پولت هم نمیدم. خیلی مهمه که این بروکر رو خوب انتخاب کنید. حالا ما یه چیزی داریم به نام حساب دمو. وقتی شما وارد ما با دنیای ترید میشین، میخواید برید ترید کنید دیگه، یعنی باید یه پولی واریز کنید، رو پولتون شروع کنید ترید کردن. اما میتونید این ریسک رو برای شروع نپذیرید. یه چیزی به وجود اومده به اسم حساب دمو. حساب دمو مثل اون قلمچیاییه که قبل کنکور میدادیم. من میخواستم کنکور بدم، یه راست نمیرفتم کنکور بدم، 5 تا قلمچی میدادم، قلمچیه میومد عینا شرایط کنکور رو شبیه سازی میکرد، اما نتیجهش تأثیری نداشت. یعنی اگه من رتبه 1 قلمچی میشدم نمیتونستم برم دانشگاه. من میومدم تو این قلمچیا شبیه سازی کنکور تست میدادم، آزمون میدادم، نتیجهش رو بررسی میکردم، نقاط ضعفمو میدادم، با شرایط کنکور آشنا میشدم که روز کنکور بهترین عملکرد رو داشته باشم. عینا تو ترید، برای اینکه شما یک بروکره رو تست کنید، عملکرد و سرعت معاملاتش رو ببینید، پلتفرمش رو تست کنید، اسپردش رو ببینید، همه این موضوعا رو ببینید و تست کنید و استراتژی هاتون رو تمرین کنید بدون اینکه بخواید پولی پرداخت کنید یا ضرر و سودی داشته باشید. یه چیزی به وجود اومده به اسم حساب دمو. حساب دمو عینا شرایط واقعی بازاره که شما میخواید در نهایت وارد شید و سود دلاری داشته باشید، اما توش پول واقعی واریز نمیشه. یعنی شما یه پول مجازی توش میزنید، یعنی عددی که شارژ میشه عددش مجازیه و شما میتونید با اون عدد مجازی عینا تو شرایط واقعی بازار، با رفتار واقعی قیمت، با همه عین قلمچی که کنکور رو شبیه سازی میکرد، تو شروع کنید به ترید کردن، توش سود و ضرر کنید، بروکر رو تست کنید، عملکردش رو ببینید. اما در نهایت این پوله یه عدد مجازیه که بالا پایین میشه و شما نه چیزی ازتون کم میشه اگه ضرر کنید، نه سود کنید پولی بهتون اضافه میشه، نه برای تستش اصلا نیاز پول واریز کنید. یعنی میاد شرایط واقعی بازار رو شبیه سازی میکنه. شما موقع افتتاح حساب دمو میزنه میخوای موجودیش چقدر باشه، من میزنم 2 میلیون دلار، یه حساب برای من باز میکنه با 2 میلیون دلار پول مجازی، پول الکی. من با اون 2 میلیون دلار حساب دموه که برای باز کردنش هم نیازی است پولی پرداخت کنم، میام بروکره رو تست میکنم، پلتفرمش رو میبینم، سرعتش رو تست میکنم، پشتیبانیش رو تست میکنم، سود و ضرر میکنم. ولی در واقعیت امر پولی رو ریسک نکردم که بخوام از دست بدم. و شما قبل از اینکه بخواید وارد بازار فارکس شید، دارید رو خودتون آموزشتون کار میکنید، برای انتخاب بروکر باید یه حساب دمو تست کنید، اون بروکره رو تست در واقع حساب دمو باز کنید، بروکره رو تست کنید. این خیلی مهمه. و یه موضوعی که دقیقا راجعش صحبت میکنم دقیقا همینه. همه این موردهایی که دارم میگم و میگم آی تی وی توش پرفکته و ایبوکه و وصل به نقدینگی جهانی، و من بعد از تست کردن 10 ها بروکر تو این 6 سال در نهایت رسیدم به آی تی وی که چند سال الان دارم توش خودم ترید میکنم و دارم باهاشون دوره برگزار میکنم و خیلی از دوستان تو دورهای ما شرکت کردن، دیدن آی تی وی داره با چه کیفیتی آموزش میده. اینه که توش انقدر دیگه تست کردم دیدم این تنها بروکریه که دزدی نمیکنه. یه موضوعی داریم ما تو بازارهای مالی به اسم کندل سازی، به اسم اسلیپج. که این چی میگه؟ میگه تو توی بروکری هستی، باید اون بروکر کندل سازی نداشته باشه. اگر قیمت بازار توی یه ناحیه بروکره نیاد خودش یه کندل بزرگتر بسازه قیمت دیگه ای رو اعلام کنه که یوزرهاش ضرر کنن. این خیلی مهمه و بروکری که ای بوکه اصلا نمیتونه کندل سازی کنه. موضوع دوم اسلیپش. شما میخوای بیت کوین رو تو قیمت 60,000 دلار که الان هست دکمه خرید رو بزنی. توقعت اینه من دکمه رو میزنم تو 60,000 دلار برام بخره دیگه. اگه بیت کوین تو دنیا و بروکرهای ای بوک 60,000 دلاره، من تو یه بروکر بی بوک که بروکری که اسلیپج داره، بروکری که سر منو میخواد کلا بذاره رو 60,000 دلار که تو دنیا هست، دکمه خرید رو میزنم، بیاد تو قیمت 62,000 دلار برای من بخره. این یعنی چی؟ یعنی بیت کوین 60,000 دلاره، من الان چرا 62,000 دلار خریدم؟ 2,000 دلار همین الان ضرر کردم. به این موضوع میگن استیپج. یعنی شما موقعی که میخواید وارد یه معامله شید،
توی قیمتی خارج از قیمت واقعی بازار وارد شید. و بروکرهایی که بی بوکن وصل نیستن به استخر نقدینگی، چون همه چی دست خودشونه، استیپج میندازن. من شایان میام بیت کوین 60,000 تا بخرم، دکمه رو میزنم تو 62,000 تا برام میخره، و بعد من اینجا $2,000 ضرر کردم، مستقیم $2,000 رفته توی حساب بروکر. پس شما باید یه حساب دمو تو اون بروکری که میخواید برید بسازید، جدا از تحقیقات رو میکنید، تست کنید ببینید استیپج داره، کندل سازی داره، چیزایی که دارم یاد میگیرم و بیام تو حساب دمو در واقع پیاده سازی کنم، ببینم عمل کرده تو این بروکر چجوریه. پس خیلی مهمه که حتما اون بروکر رو با یه تحقیق و تستی انتخاب کنید. لینکی که الان براتون گذاشتم لینکیه که شما رایگان میتونید تو بروکر آی تی بی ثبت نام کنی، حساب دمو باز کنی، تستش کنی. جدای از این، برای دوستانی که دوستان دیگه میتونن تایید کنن این موضوع رو، ما کلی آموزش داریم مخصوص انواع یوزرها، مخصوص آدمایی که صفرن. الان تو یوتیوب آکادمی برید، تو دوره هامون وبینار هامون برید، ما اصلا یه دوره 0 تا 100 فارکس در واقع برگزار کردیم خیلی وقت قبل. شما میتونی همین الان بری اون دوره ها رو ببینی، 100 پله جلو بیفتی کسی که داره وارد بازار فارکس میشه. وبینار امشب یه موضوع کلیه. اون دوره‌ای که بهتون میگم تو یوتیوب آپلود شده 10 جلسه است. ما دوره داریم برای آدمای حرفه‌ای‌تر و انواع اقسام آموزش هایی که داریم برگزار میکنیم، که شما وقتی تو بروکر ثبت نام میکنی ناخودآگاه همه اینا برات اطلاع رسانی میشه و در واقع میتونی تو همه این دوره ها رایگان شرکت کن، دورهایی که جای دیگه اصلا رایگان وجود نداره. و پیشنهادی که براتون دارم اینه که بدون هیچ هزینه‌ای تو آی تی بی ثبت نام کنید. جدا از این که بتونید از این امکانات آموزشی ما بهره مند بشید، ببینید بروکره چجوریه، تستش کنید، دمو باز کنید، با فضاش آشنا شید، اسپردش رو ببینید برای دوستانی که حرفه‌ای ترن. و از کلی این فرصت ها، بونس ها و هدایایی که بروکر به یوزرهاش میده استفاده کنید. این خیلی به شما کمک میکنه. حالا اول کلاس من یه موضوعی گفتم یه هدیه‌ای در واقع برای شما بروکر در نظر گرفته. این هدیه بونس 100%. یعنی چی؟ این برای دوستانیه که در واقع میخوان وارد بازار فارکس شن. بونس اینجوریه که شما برای شروع معامله، ما یه فیدبکی از دوستان گرفتیم که آقا من سرمایه‌ام کمه، نگرانم، چیکار کنم. جدای از اینکه لورج به شما کمک میکنه اگر درست ازش استفاده کنید بتونید درآمدزایی خوبی داشته باشید و با اون سرمایه کم واقعا تاثیرش رو ببینید، بروکر یه بونس هم برای یه مدت محدودی که از مهر آغاز شده در نظر گرفته. این بونس 100%. یعنی اینکه اگر افرادی که برای اولین بار بین $200 تا ماکسیموم $1,000 میخوان واریز کنن تو بروکر، واریز کنن و بخوان تو بروکر ترید کنن، دقیقا معادل عددی که واریز کردن، 100% عددی که واریز کردن هم بروکر بهشون یه بونسی میده و حسابشون اکویتیشون رو شارژ میکنه. یعنی چی؟ یعنی من امروز فرضاً بروکر رو تو دمو تست کردم، ثبت نام کردم، حال کردم، میخوام $1,000 $500 واریز کنم، شروع کنم ترید کردن. اگر $500 واریز کنم، یه $500 که خودم واریز کردم به مدت محدود یه $500 هم بروکر بهم کردیت میده و من دیگه تو اون مدت میتونم با $1,000 شروع کنم ترید کردنم. اگر $1,000 واریز میکنم حسابم $2,000 شارژ میشه برای یه مدتی و میتونم با یه پول بیشتری شروع کنم ترید کردن رو، با یه سرمایه بزرگتری ترید کنم. این دقیقاً بونسی و هدیه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده که میتونید بین $200 تا $1,000 واریز اگر داشته باشید، اگر خواستید ترید کنید، معادلش رو هم هدیه در قالب بونس بگیرید، با پول بیشتری ترید کنید. این بونس هم تا 18 مهر فعاله که بروکر تو بزرگترین نمایشگاه فارکس دنیا که در واقع 16 و 17 مهر تو دبی داره برگزار میشه، عرفه داره، پارسال هم داشته. دوستانی که اصلا میتونن دبی بیان یا میخوان این نمایشگاه رو شرکت کنن میتونن بیان اونجا، نزدیک همدیگه رو ببینیم، با عوامل بروکر آشنا بشن. این بزرگترین ایونت فارکسی سال دیگه که کل دنیا دارن میان دبی، بروکر هم تو دبی حضور داره. به این مناسبت همچین بونسی رو فعلا در نظر گرفته تا 18 مهر و شما میتونید بین 200 تا $1,000 اگر واریز داشته باشید معادلش رو هم در واقع بونس دریافت کنید، با 2 برابر پولتون ترید کنید.
و جدای از این گفتم دوستان، چه میخواید تو آی تی بی شرکت حساب باز کنید ترید کنید، چه میخواید تو بروکرهای دیگه ترید کنید، میتونید از یوتیوب آکادمی آی تی بی استفاده کنید. ما تو یوتیوب آکادمی هر شنبه اتفاقات و اخبار اقتصادی بازار فارکس رو براش ویدیو آپلود میکنیم. هر یک شنبه به صورت کامل بازار فارکس و طلا رو برای هفته آتی تحلیل قیمت میکنیم. یعنی بهتون میگیم احتمالاً چه سناریوهایی قرار اتفاق بیفته و شما چجوری میتونید توش ترید کنید. سه‌شنبه ها و چهارشنبه ها راجع به نکات روانشناسی، مدیریت ریسک و سرمایه، ستاپ های معاملاتی مختلف، استراتژی های مختلف ویدیو براتون اونجا آپلود میکنیم. توش به زودی لایف ترید میخوایم برگزار کنیم، یعنی کنار هم لایف بشینیم ترید کنیم. جدا از این که همه وبینارهایی هم که برگزار میکنیم اونجا میذاریم. و یوتیوب آکادمی آی تی بی یه فضای جامعیه که توش پر محتوای آموزشی و شما میتونید استفاده کنید که من لینکش رو اینجا میذارم. میتونید سابسکرایب کنید. فارغ از این که اصلا میخواید تو بروکر آی تی بی ترید کنید یا نه، میتونید از این یوتیوب استفاده کنید. و به طور کلی اگر تو بروکر آی تی بی حساب باز کنید بدون هیچ هزینه ای، دیگه شامل افرادی میشید که ما دوره ها رو بهشون اطلاع رسانی میکنیم. یعنی شما برای شروع استراتژی نیاز دارید که ما به زودی یه بوتکمپی داریم به شما استراتژی رو میدیم. از یه جایی به بعد مدیریت ریسک و سرمایه دارید، ما ریسک و سرمایه بهتون یاد میدیم و هزاران دوره مختلف. و میتونید از این موضوع استفاده کنید. اتفاقا کانال تلگرام بروکر هم توش کلی محتوای آموزشی هست. من لینک این کانال رو هم براتون بذارم. شما میتونید جوین کانال تلگرام بروکر آی تی بی بشید که لینکش رو اینجا میذارم و از این محتوا استفاده کنید. این خیلی در واقع نکته کمک کننده به شما برای شروع با فعالیتتون تو بازار فارکس و میتونید در واقع از این دوره استفاده کنید. هر آموزشی که نیاز دارید رو ما اینجا رایگان داریم تهیه میکنیم. حالا خیلی از دوستان تو همه وبینارهای ما بودن، اسمشون هست، تو بوتکمپ بودن، این موضوع رو میدونن. دوستان جدید دارم میبینم تو کامنت، شاید فکر کنن این تبلیغ، قطعا تبلیغ بروکر آی تی بی و آموزش های بروکر آی تی بی، اما فکر میکنن این هم از جنس کلاس های دیگه است. اما بیان تو دوره های ما میبینن که در واقع ما چی کار میکنیم. خب سوال شما آقای نوروزی من ببینم. خب ببینید، برای واریز کریپتو ما نمیتونیم همه ی رمزارزها رو ساپورت کنیم. 30,000 تا رمزارز داریم، تون از رمزارزهای جدیده. اما رمزارزهایی که سیفن، امنیتشون تضمین شده است و استفاده میشن رو بروکر ساپورت میکنه، مثل تتر، ترون، اتریوم، بیت کوین. اینا رمزارزهاییه که خب بروکر براش مهمه دیگه. رمزارزهایی هستن که واقعا نمیشه بهشون اعتماد کرد و ما خب تون رو ساپورت نمی‌کنیم. فکر نمی‌کنم جایی تون رو ساپورت کنه. پس برای واریز شما باید یا ریال واریز کنید یا همون تتر، بیت کوین، ترون و غیره که بهترین آپشن همون تتره که کارمزدش کلا $1 هر چقدر واریز کنید و میتونید در کسری از ثانیه حسابتون شارژ میشه. این لینک تلگرام بروکر آی تی بیه. من لینک یوتیوب، بذارید همه لینک ها رو براتون تو در واقع یک جا بذارم و لینک تلگرام. این پیام رو من پین میکنم. همه در واقع لینک های بروکر، لینک هایی که بهتون گفتم اینجا هست. هم بچه ها پیشنهاد میکنم حتما یوتیوب رو دنبال کنید، از محتوای آموزشی بهره ببرید، کاری ندارم کجا میخواید ترید کنید. هم پیشنهاد میکنم تو بروکر آی تی بی ثبت نام کنید روی همین لینک crm.itvfix.net و حساب دمو باز کنید، تست کنید ببینید چجوریه. چون جزو معدود بروکرهاییه که ایبوکه و وصل به اون نقدینگی جهانی. و از همه مهمتر که این کارها رو که انجام میدید شما مشمول دوره ها و امکانات آموزشی ما میشید. کانال سیگنال داره بروکر آی تی بی که همین هفته 700 پیپ فقط رو طلا سود داده، میتونید استفاده کنید. و در آخرین بونسی که بهتون گفتم، بونس رفرال هم داره، آی بی هم میتونید بشید. خیلی فرصت درآمدزایی داره بروکر آی تی بی. شما میتونید آی بی بروکر بشید، دوستان تریدرتون رو بیارید تو بروکر و به صورت ریفرال، نه اینکه یه بار $10، تا ابد از حجم معامله اونا سود کنید. فرض کنید یه دوستی دارید $1,000 پول داره، با 500 لورج 500 هزار دلار داره ترید میکنه. چه حجم معامله ای داره؟ شما میتونید از حجم معامله اون بدون هیچ کار اضافه سود کنید، فقط با معرفی کردنش به بروکر. و
آقای نوروزی شما ثبت نام رو بکنید که اسمتون و ایمیلتون تو دیتابیس بیاد. از طرف بروکر با شماره لندن، چون دفتر اصلی بروکر تو لندنه و کاملا رایگان با شما تماس گرفته میشه. یعنی شماره لندن دیدید نترسید، جواب بدید، هزینه تماس کامل با بروکره. و دیگه از اونجا به بعد از هر سوالی دارید میتونید از پشتیبانیش بپرسید. اینکه چجوری ریفرال کنید، چجوری آی بی بشید که اگر کسی رو معرفی میکنید تا وقتی اون آدم ترید میکنه ماهانه دلاری از حجم معامله اون به شما برسه و بتونید تو همه کلاس های ما شرکت کنید. این خیلی فرصت در واقع خوبیه. و آقای آرمین مهدی شما تو بروکر ثبت نام کنید، افتتاح حساب دمو داشته باشید. به خود میگم از امکاناتی که ما داریم رایگان ارائه میکنیم بهره مند میشید. کانال سیگنال هست که خیلی خوبه. کانال سیگنال تو ماه گذشته 1900 پیپ فقط رو طلا سود داده. ما استیتمنت متا تریدر هم اونجا میذاریم، یعنی تک تک پوزیشن هایی که میگیریم رو عکس پوزیشن واقعی تو متا تریدر میذاریم که ببینن در واقع واقعی این سودها و هزاران امکانات دیگه. میگم همش تو یک کلاس نمیگنجه. من امروز فقط این بونس رو به شما میگم که 100% پولی که بین $200 تا $1000 رو تا 18 اگه واریز کنید بروکر بهتون بونس میده. تمام امکانات دیگر رو کافیه تو فضای مجازی سوشال مدیاهای بروکر، تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب جوین باشید یا افتتاح حساب کنید یا ثبت نام کنید تو بروکر بدون هیچ هزینه ای و دیگه شما مشمول همه امکانات میشید و ما خودمون با شما تماس میگیریم. خودمون تو کانال هامون همه دوره هایی که همه میتونن شرکت کنن رو اعلام میکنیم برای اون دوستانی که تو آی تی بی دیگه تریدر شدن، یعنی پول واریز کردن و دارن ترید میکنن. ما یه سری امکانات خیلی ویژه و محدودتری داریم که تو بوتکمپ آی سی تی حالا دوستان که بودن دیدن. آی سی تی پرو هست، کوچینگ ها هست، ایونت های حضوری هست، کلاس های بسیار خصوصی مشاوره ترید هست که من میام کنار اون افرادی که ببینم دارن ترید میکنن و تمرین میکنن جدی هم. چون کل امکانات ما رایگانه برامون خیلی مهمه که ببینیم آدما دارن استفاده میکنن و این وقته داره یه بهره‌وری رو ایجاد میکنه. من دیگه با اونها یه ارتباط نزدیکتری دارم و کلی کار میکنیم. این برای دوستانی که حالا تو آی تی وی واریز داشته باشن. اما به طور کلی ما کلی در واقع محتوای آموزشی رایگان داریم که شما چه تو یوتیوب باشی، تو تلگرام باشی، تو آی تی بی ثبت نام کنید که از همه بهتره چون دیتاتون رو ما داریم. دیگه همه اینا به شما اطلاع رسانی میشه. این بونس هم میتونید اگر خواستید استفاده کنید در الان و اگر میخواید ترید رو شروع کنید بتونید تا یه مدتی با سرمایه بیشتری ترید کنید. بسیار عالی. تریدر آی تی بی هستید، عالی. شما گفتید حدود 1350 تتر امکان حساب درآمد هست. $1350 اگه واریز کنید خب شامل این بونس نمیشید. این بونس برای 200 تا $1000. شما میتونید آقای نوروزی اگر میخواید تو بروکر ثبت نام کنید ببینید فضای بروکر رو $1000 اول واریز کنید، بونس $1000 رو بگیرید، حسابتون بشه $2000. $350 اضافه رو که اگر دوست دارید واریز کنید بعد از این موضوع واریز کنید که بونس رو از دست ندید. نه ببینید، یک تفاوتی وجود داره بین قیمت تو تریدینگ ویو و متا تریدر. توی تریدینگ ویو شما یه دارایی رو سرچ میکنید این ور زده داری از چه بروکر یا صرافی میبینی. قیمت دارایی ها تو بروکرهای مختلف متفاوته. مثل چی میمونه؟ یه مغازه طلا فروشی یه جنس طلا رو میده مثال 10,000 تومن، بغلیه میده 10,200. همیشه بین اون جایی که شما دارید ترید میکنید اختلاف قیمت وجود داره. نکته اینه که باید کندل ها شبیه هم باشه، رفتار قیمت باید شبیه هم باشه و دقیقا این موضوع مهمه. بروکر آی تی بی من دیگه دارم این مدت باش کار میکنم و ایبوکه اصلا با منطق نمیتونه همچین کاری کنه و اصلا اینکه قیمت تو بروکر آی تی بی چنده داره چه اتفاقی میفته دست بروکر نیست، کاملا وصله به اون استخنه، اون لیکویدیتی پرووایدری که بهش وصله و این اتفاق نمیفته تو بروکر. اسلیپج، کندل سازی و غیره نداریم. بوتکمپ آی سی تی بله انقدر اما خواستن ماه آبان برگزار میشه، به زودی اطلاعاتش رو بهتون میدیم. بوتکمپ آی سی تی تنها دوره آموزشی ماه که دوستان دسترسی ندارید به آموزشش، به ویدیوهاش نمیشه چون خیلی در واقع موضوع کاربردی و خفنیه، خیلی حرفه‌ایه و موضوعیه که تو بازار تو پکیج های آموزشی همین الان داره با قیمت های وحشتناک
فروش میره و هیچ کدوم اون آموزش واقعی رو هم نمیدن. بوتکمپ ما دقیقاً، چون من دارم پلیلیست خود خالق آی سی تی رو که تو یوتیوبش به زبان انگلیسی تدریس کرده و 200 ساعت آموزشه دارم به پرفکت ترین شکل ممکن ساده سازی میکنم و تدریس میکنم، خیلی ارزش داره و از همون روز اول برگزارش هم ما گفتیم برای شرکت توش مثل دوره های دیگه نیست که رایگان همه بتونن بیان. یه فیلترهایی داره، چون موضوع بسیار مهمیه و ما باید بدونیم آدما تو کلاس تو یک سطحن و اصلا این دوره براشون مناسبه. یکی که بسیار مبتدیه، هیچ تجربه‌ای نداره، نمیتونه تو این بوتکمپ شرکت کنه، برای همین محدوده. ماه آبان تکرار میشه. تو آی تی بی اگر ثبت نام کنید اطلاع رسانی میشه بهتون. تو ماه آبان که این تکرار میشه شما میتونید درخواست ثبت نام بدید. ما یه مراحلی رو طی می‌کنیم، یه آزمون کوچیکی میگیریم، باهاتون چند بار تماس میگیریم. اگر شرایطش رو داشتید اون موقع میتونید تو بوتکمپ آی سی تی شرکت کنید که همه این موضوعا تو آی تی بی ثبت نام کنید. شما میتونید در واقع ازش مطلع بشید و شرایط شرکتش رو بدونید دیگه. این موضوعی که هست. چارت آی تی بی فکر میکنم با اواندا یا افکسی هم خیلی نزدیک باشه. اما خب این بروکرهایی هستن که به ایران سرویس نمیدن و اصلا توی فضای دیگه ای هستن. اما همه این بروکرهایی که اسپوردین هم ای بوکن، یعنی به یک استخر نقدینگی جهانی وصلن. خب دوستان، امروز صحبتمون کلی بود روی بازار فارکس و وبینار امشب از جنس وبینار کامل آموزش آکادمیک نبود. شما در واقع من هدفم این بود کلا با کلیت بازار آشناتون کنم، اول بدونید اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم و بدونید چقدر مهمه که تو انتخاب بروکر باید خیلی سختگیر باشید. من اسم بروکرهای دیگه نمیتونم بیارم، اما همین بروکری که الان از من پرسیدید یکی از معروف‌ترین بروکراست و در این حال یکی از بروکرهایی که من بیشترین شکایت داشتم. یعنی تعداد زیادی تریدر بوده که از این بروکر اومدن تو آموزش‌های ما و اومدن آی تی بی و اصلا نمیخوام راجع به بروکرهای دیگه صحبت کنم. ولی بروکر آی تی بی اینه که خودم سالها تستش کردم، دارم توش ترید میکنم، استراتژی‌های مختلف رو و در نهایت استراتژی شخصی خودم که آی سی تیه که یه بخشیش رو تو بوتکمپ تدریس کردم و دوستان دیدن. بروکری که اسپردش به شدت رقابتی و پایینه، کمیسیون نمیگیره، تنها بروکریه که تو هیچ بجز یه حساب حرفه‌ایش تو هیچ حسابی کمیسیون هم حتی از شما نمیگیره. بروکریه که پشتیبانی 24 ساعته بسیار سریع به زبانهای مختلف داره، به شدت روی آموزش یوزرهاش تو سوددهی یوزرهاش تمرکز داره. میتونید تو این موضوع برید چه سمینار، یوتیوب، خود کانال بروکر، آکادمی بروکر، ببینید که چقدر داره محتوای با کیفیت آموزشی تولید میکنه. و از همه مهمتر اینه که ایبوک بسته به نقدینگی جهانی، سودش از سود تریدرها، از ضرر کردن یوزرهاش نیست و کندل سازی و اسلیپج نداره. با ایرانی ها به هیچ عنوان مشکل نداره. از 2017 ساید فعالیتش تو ایران رو شروع کرده، کاملا ایران رو ساپورت میکنه، هیچ مشکلی شما ندارید. فقط حساب ECM Pro که کمیسیون داره که پرسیدید. حسابهای دیگه کمیسیون نداره. حتی تو حساب استاندارد اگر درخواست کنید براتون اسلامی هم میکنن و سواب هم در واقع ازتون نمیگیرن. و بروکریه که میگم از هر جهت فوق‌العاده است برای ترید کردن بین بروکرهایی که به ایران سرویس میدن. شما به راحتی میتونید حرفایی که زدم رو با ثبت نام توی بروکر و یه حساب دمو باز کردن میتونید این موضوع رو تست کنید، ببینید، با پشتیبانی ارتباط برقرار کنید، سوال بپرسید و هزاران امکاناتی که بروکر در اختیار شما قرار میده. رگوله بروکر هم تو سایت میتونید ببینید. من اسم انگلیسیش یادم رفت، اما بروکر تحت نظر چند تا سازمان رگولیشنه و اینا تو سایت هست. به راحتی از پشتیبانی میتونید بپرسید که رگولای بروکر رو براتون معرفی کنه. و تو حرفه‌ای ترین حسابش که ECN پرو هست، اسپرد شناور از صفر داره، یعنی یه تایم های اسپردش صفره. و توی یه حساب نانو که راحت مبتدی ترین حسابه، مینیمم مقدار واریزش $1، یعنی شما به راحتی با $2 میتونید ترید کردن رو شروع کنید که من به طور کلی پیشنهاد میکنم سرمایه کم وارد این موضوع نکنید. در حد توانتون یه سرمایه رو وارد کنید که بشه باهاش ترید کرد. اما به هر حال حساب نانوی بروکر مبتدی ترین حسابی که شما میتونید با مینیمم $1 باز کنید و ترید کنید.
و راجع به انواع حساب ها، راجع به خدمات بروکر، راجع به دسترسی به آموزش ها، راجع به همین بونس 100% که هیچ جا نمیدن و قابل ضرر کردن هست، میتونید از پشتیبانی سوال بپرسید و ببینید چقدر پشتیبانی به پرفکت ترین شکل ممکن جواب شما رو میده. بونسه، من این موضوع رو اون موقع یادم رفت بهتون بگم، همین که 100% مقدار واریزتون بین 200 تا 1000 دلار رو بهتون میده قابل ضرره. یعنی شما اگه اون بونس رو هم ضرر کنید از حساب شما چیزی کم نمیشه، ضررش رو بروکر میپردازه و اینم باز میگم یکی از آپشن هاییه که شما جایی نمیبینید. آقای مهرگان، حتما راجع به حساب ها شما همین که ثبت نام کنید تو آی تی بی اونجا میتونی اطلاعات حساب ها رو ببینی. باز اگه سوال داشتی از پشتیبانی حتما بپرس. و همه اینا میگم هزینهش برای شما 1 دقیقه وقت گذاشتن و ثبت نام توی بروکره. نه هزینه ای میخواد، نه نیاز پولی واریز کنید و به راحتی میتونید هر اطلاعاتی که لازم دارید راجع به بروکر کسب کنید و ببینید که چه خدماتی بروکر در واقع اه، برای شما ارائه میکنه. ببینید به خاطر اسپرد شما یه چیز داریم به اسم اسپرد، یعنی توی یه قیمتی میتونید خرید کنید توی یه قیمتی فروش و همیشه این اختلاف چند سنتیه به خاطر اسپرده و این نکته‌ایه که باید بهش توجه کنید. آقای حیدری، اول اگر اشتباه نکنم از اصل سرمایه برداشته میشه بعد از بونس، اما میگم این سوالا رو از بروکر بپرسید. من هدفم اینه شما با پشتیبانی ارتباط بگیرید، ببینید که چه خدماتی به شما میدن، چقدر سریع جوابتون رو میدن و راهنماییتون میکنن. ببینید شما نمودارها رو که تو تریدینگ ویو چک میکنید اصلا مهم نیست که تو، من خودم از اواندا چک میکنم همیشه. نکته اینه که من تو اواندا تحلیلم رو انجام میدم، متوجه میشم یه جا باید پوزیشن خرید باز کنم. رفتار قیمت عینا تو رفتار متا تریدر آی تی بی هم هست و اون جایی که من باید وارد شم تو تریدینگ ویو یه قیمته، توی آی تی بی یه ذره متفاوته. پس من اون جایی که میخوام وارد پوزیشن شم از رفتار قیمت تو تریدینگ ویو در میارم، میرم تو متا تریدر آی تی بی میبینم اون جای قیمتش چنده، تو اون قیمت وارد میشم. یعنی اصلا در واقع کاری که همه میکنن همینه، کسایی که نمیتونن تو متا تریدر راحت نیستن تحلیل کنن توی تریدینگ ویو تحلیل میکنن، بعد میرن تو اون صرافی یا بروکری که هستن با قیمت اون کار رو انجام میدن. مثلا من الان میخوام بیت کوین ترید کنم، خرید کنم از یه صرافی ایرانی و من تو تریدینگ ویو دارم قیمت بایننس رو تحلیل میکنم. صرافی ایرانی قیمتش متفاوته با بایننس، عین همین اتفاقی که تو فارکس هم میفته. پس من تو تریدینگ ویو تحلیل میکنم، میبینم کجا میخوام وارد شم، اونجا رو میرم تو نمودار تو تریدینگ ویو یا همین صرافی کریپتویی ایرانی نگاه میکنم ببینم اونجا تو اون صرافی بروکر چه قیمتیه، بعد از اون استفاده میکنم که در واقع خریدم رو انجام بدم. بونس تا 17 مهر قابل استفاده است، تا 17 یا 18 مهر که فایل بونس رو میتونید از پشتیبانی بگیرید. تا اون روز اگر بین 200 تا 1000 دلار واریز داشته باشید 100%ش رو در واقع میتونید دریافت کنید. تا 18 مهر فکر کنم اشتباه نوشتید، 18 شهریور. بله، مدت استفاده از بونس هم 1 ماه، یعنی از اون روز که بونس رو دریافت میکنید تا 1 ماه حساب شما 2 برابر شارژه و این فرصت رو دارید تو اون 1 ماه کسب سود کنید. خب امیدوارم کلاس امشب یک در واقع باب آشنایی ما باشه و شما از این به بعد بخواید و بتونید تو کلاس های ما شرکت کنید، تو دوره های ما شرکت کنید. دوره هایی که برای استراتژی و تحلیل تکنیکال میذاریم، دوره هایی که برای خبرخوانی و تحلیل فاندامنتال میذاریم، دوره هایی که برای مدیریت ریسک و سرمایه و هزاران موضوع دیگه میذاریم. بتونید از ویدیوها و محتواهای آموزشی که تولید میکنیم تو یوتیوب استفاده کنید. از این بونسی که بروکر برای شما در نظر گرفته که بونس جذابی هست استفاده کنید و این آشنایی ادامه دار باشه و اصلش میشه اون بوتکمپی که ما برگزار میکنیم که برای ورود بهش خیلی مهمه. به همین راحتی مثل دوره های دیگه‌مون نیست و اون بوتکمپ هاست که شما رو اصلا مسیرتون رو عوض میکنه. اما برای رسیدن به اونجا قبل شما باید این دوره ها و آموزش های مبتدی رو طی کنید و بتونید از اون دوره ها بیشترین بهره وری رو داشته باشید و کلا هم نیاز نیست نگران باشید. ما یک کاری میکنیم میبینیم خوبه مثل بوتکمپ آی سی تی 200 بار تکرارش میکنیم. یعنی یه کاری میکنیم که یه نفر دیگه
حتما فرصته براش پیش بیاد که یکی از اینا رو شرکت کنه و این آشنایی امیدوارم ادامه دار باشه. حتما تو بروکر آی تی بی یه حساب دمو بسازید مجانی، تستش کنید و از محتوای یوتیوب استفاده کنید و بونس هم که گفتم تا 18 هم میتونید ازش استفاده کنید و کیفش رو ببرید. این آشنایی قطعا ادامه دار خواهد بود. امیدوارم تو دوره های خودمون تو دوره های آیندهمون ببینمتون. من در این لحظه ایران هستم اما تو نمایشگاه دبی حضور دارم، اونجا میتونید بیاید از نزدیک همون ملاقات کنیم دوستانی که دبی میان و ببینید دیگه بروکر تو بزرگترین ایونت فارکسی دنیا غرفه داره و میتونید حضوری بیاید اونجا همدیگه رو ببینیم و امیدوارم که عضو بروکر آی تی بی بشید، توش ترید رو شروع کنید تا اون دوره های کوچینگ، دوره های لایف ترید شخصی، بوتکمپ های پرو مثل آی سی تی پرو رو بتونیم با هم توی یه لول کاملا خصوصی داشته باشیم. امیدوارم شب خوبی داشته باشی. ویدیوی این کلاس رو من تو ای سمینار و یوتیوب قرار میدم. خیلی خوشحال میشم اگه یوتیوب ما رو فارغ از این که اصلا میخواید تو آیتی باشید یا نه سابسکرایب کنید و از اون محتوای آموزشی استفاده کنید و ادامه بدید. داخل ایران یک بار یه سمینار توی اسفیناس برگزار شد، قطعا تکرار خواهد شد، اما ما داریم میریم به سمتی که ایونت های حضوری، دوره همی های حضوری و کوچینگ های شخصی رو برای دوستانی برگزار کنیم که از دوره های آموزشیمون دیدیم تریدر شدن. یعنی اگه من یه دوره میذارم، یه استراتژی درس میدم، طرف این استراتژی رو تو دوره من شرکت کرده، ببینیم اومده تو آی تی بی داره تمرین میکنه، داره ترید میکنه، داره نکاتی که بهش یاد دادم رو پیاده سازی میکنه. دیگه داریم میریم به اون سمت که این گرد همایی های حضوری مخصوص اون آدم ها و تریدرهایی باشه که دارن تلاش میکنن، که به زودی احتمالاً هنوز قطعی نشده میخوایم یه دوره همی حضوری برای کسایی که تو بوت کمپ آی سی تی بودن، اگه یادتون باشه تمرین برای من فرستادن، کلی تمریناشون رو بررسی کردیم و شروع کردن به ترید کردن تو آی تی بی. یه ایونت حضوری میخوایم تو تهران بذاریم، هنوز قطعی نشده. قطعا دوستانی که قدیمی هن که میدونن هزار همه جوره ما اطلاع رسانی میکنیم تو کانال تلگرام، اینستا، تو زنگ تماس. اما برای دوستان جدید هم اگر تو بروکر ثبت نام کنن ما با شماره لندن باشون تماس میگیریم و این موضوع ها اطلاع رسانی میشه. امیدوارم شب